جوانان آینده ملت و دولت هستند. این سخن راهبر دولت محترم امام علی رحمان است که در همه برآمدهای خود بیان می‌دارند و با نیرو و تلاش‌های سازنده نسل جوان امید و اعتماد خیلی زیاد دارند. البته این امید و این اعتماد برای هر نسل جوان مملکت مایه افتخار است و سرافرازی. اما ایده از نسل جوان با دست داشتن در عملهای بیرون از طلبات قانون متاسفانه خود را از این افتخار بزرگ محروم می‌سازند. ورود به مرکزهای بازی‌های کامپیوتری و در نهایت دست داشتن در عمل و کردارهای جنایتی، این یکی از عامل‌های حق افتخار نداشتن از امید و اعتماد راهبر دولت برای هر جوان در چنین کردارها دست داشته محسوب می‌یابد. هدف روشن است. چی باید کرد که توجه نسل جوان به بازی‌های کامپیوتری در سطح ضروری کاهش داده شود؟ پیش از همه این اویله است، نظام اول. نظام دیگر جامعه است، جامعه شهروندی، و نظام دیگر نظام تعلیمی، یعنی وزارت معارفه نهادهاش. همه اینها در یک جایگی بی واسطه باید به همین کارها مشغول شوند. چیکار کردن در کار؟ پیش از همه باید که پدر و مادران نظارت از بالای استفاده اینترنت، رسانه‌ها و تلفن‌های موبیلی محورها از طرف فرزندان خود به راه مانند و نه همیشگی نظارت کنند که از یک ساعت معین زیاد استفاده برده نشود. وقت درست تقسیم کنند برای فرزندانشان. چه؟ یعنی وقت مکتب خوانی، وقت تحصیل و وقت با کارهای ورزشی و دیگر مشغول شدن تنظیم کنند، گویند که اینقدر ساعت، اینقدر ساعت، اینقدر ساعت. و اینها باید در موازنت با یکدیگر باشند، موافقت شدگی باشند. یعنی هم با همون فرزندشون اون که اینترنت استفاده می‌برد، هم با خودی پدر و مادر و هم با آموزگاران یکجا موافقت شده باشد. اما نهادهای دولتی که تاثیر می‌رسانند به استفاده برای اینترنت از طرف جوانان محدود نمی‌شود. بسیار یک نقش بالا و والا می‌بازد نهادهای قدرتی دولتی. در همین نهادها هم مرکزهای نظارت تکنیکی از بالای تلفن‌های دستی موجود است که در حالت تلفظ کلمه‌های الهیده در ثبت می‌شود به طرز اتوماتیک که چی میگوید. 24 ساعت نظارت کردن نمی‌شود. این از امکانیت بیرون است. اما نظارت در همه سمت‌ها از طرف نهادها، شخصیت‌های گوناگون باید به راه مانده شود. از جوانان ما وقتی که فریفته می‌شوند با تشویق و ترغیب داده می‌شوند، کی‌ها هستند این جوان‌ها؟ جوان‌هایی که اویلهشون ناسالم است، اویله‌هایی که تربیت نادرست میکنند و فرزندانشون دچار تربیت هستند. اینها شاید گرفتار شوند و دقت مخصوص باید انا به همین گونه اویله‌ها در تعلیم و تربیت در مکتب‌های همه از اینها داده شود. یعنی اینها آسیب پذیرند، اینها میتوانند که بدون گرفتار شوند. اکنون از همه مهم باید اساس‌های قانونی استفاده برای اینترنت هم در مکتب‌ها آموزانده شوند و انا همین جا ما کمبودی داریم. مثلا فن‌های هستند که فن‌های به خصوص گومانیتری در مکتب‌ها آموزانده میشوند. مثلا جامعه شناسی، تاریخ، آنها مخصوص به آموزش قانون‌ها نیستند که، اما اگر آموزگار سرتجربه باشد وقتی می‌یابد که همین در مثال یک قانون می‌فهماند که انا قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند انا این خیل هست. برای همین من فقط یک نکته دیگر را در آخر میگویم که همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند یک چند ماده هاش انا به همین استفاده اینترنت بخشیده شده است. مثلا ماده 8، ماده 12، ماده 17، ماده 494 مخصوص به استفاده برای اینترنت و سامانه‌های اینترنتی بخشیده شدند. از روی فکر و اندیشه شما که در بالا قید کردید، یعنی که نظارت جوانان در مسئله استفاده اینترنت یا اینکه ورود آنها به مرکزهای کامپیوتری باید هم از جانب ناظر منطقوی، رئیسان محله، پدر و مادر و دیگر نهادها نظارت کرده شود. در همین صورت به اندیشه شما جوان خود را آزاد احساس کرده میتواند، یعنی که تحت فشار خود را احساس نمیکند؟ همه چیز از اون واسطه است که ما از کدام وسیله ها استفاده میبریم. از وسیله مجبور کنی، زوراوری، یا از وسیله تلقین کنی، باوری کنونی
و درست اصلاح بردن اینترنت به آنها آموزاندن. ما میتوانیم که گوییم که تماما استفاده نمیبریم، تلفن موبیلی نمیخریم، اما این کار نادرست است. بگذار تلفن موبیلی داشته باشد، شکل درست استفاده تکنیکا و تکنولوژی کامیونیکاسیونی و اطلاعاتی را یاد گیرد. اما مثلا پدر به خصوص یا مادر یک قسمت به آنها گفتن در کار است که برداشت کرده تواند، احساس نکند که من مجبور کرده ایستادند، فقط درک کند که من تلقین کرده ایستادند و همین راه درست نشان داده ایستادند. در این حالت نه در حالتی همراه بودن، هم مسلک بودن، هم گرویی کردن با فرزند خود موفق شدن ممکن است. کی الوه ها دارد به اندیشه های یوسف مرحمت؟ البته متخصص پسیکولوژیا ویگوتسکی میگوید که عمل و فعالیت انسانی در همون حالت درست به راه مانده می شود که در همون نورس یا که در همون شخص خواهش ها با وجود آورده می شود. یعنی ما باید طرز به راه مانیم که همین نظام تنظیم کردن فرض کردیم استفاده رسانه‌های اینترنتی رو طرز به راه مانیم که در بچه انگیزه را به وجود بیاریم. چون که امروز رسانه اینترنتی یکی از انگیزه های بلندترین تاثیررسان در تفکر نورس و جوان یعنی جای دارد و ما باید فعالیتی را به راه مانیم که انگیزش از این بلندتر و خوبتر باشد. از جمله فرض کردیم می توانیم که بازی های دیداکتیکی در روند تعلیم که بچه‌ها شوق‌آور باشد که تأثیر بلندی انگیزوی داشته باشد در همین راستایی که بچه از اونه که تمام هستیش، تمام فکرش با داخلی فرض کردیم شبکه اینترنتی است، فکرش با چگونه ساختنی انا همون بازیچه ها، همون فرض کردیم که اشیاهایی که از طرف آموزگار در تعلیمی پرابلموی یا که در روند بازی های دیداکتیکی ساخته می شود، یعنی توجهش زیادتر به همین باشد. و دیگر از این ما باید در محور تفکری هر یک نسل نورس باید وارد شویم، جهتی یعنی از همون گوییم که بازی های اینترنتی یا که از همون وقت صرف کنی بیهوده برگردانیدن نورس. پس به اندیشه شما میل و رغبت جوانان با بازی های کامپیوتری این از کجا پیدا شد؟ یعنی که پدر و مادر باید که تلقین کنند، راهنمایی کنند با بازی و این که مشغولیت هایی که در اصل با آینده، با تشکل آینده آنها سهم میگذارد. اما استفاده از بازی های کامپیوتری این البته یک اشتباه بزرگ است در رشد آینده نسل جوان. این از کجا در نهاد جوانان پیدا شد، از کجا تشکل یافت؟ سوالی هست که این ما همیشه در زندگیمون میبینیم، چون که امروز مادران ما یکی از راه‌های امین داشتن از نگاه فرزندشون این به دست گذاشتن همون کودکان یعنی تلفن است. یعنی یک قسم یا اینکه قسم زیادی مادران ما برای اونی که امین دارد از همون نگاهبین فرزند خردسالش با او چی همون تلفن رو در دستش میتید که مرحله ابتدایی وارد شدن به همین بازی های اینترنتی از همینجور سرچشمه میگیرد. چون که زمینه اجتماعی شوی هر یکی ما و شما اویله است. کودک همه چیز از اویلش سرچشمه گرفته، بعدا مثال با دیگر قسمت ها به مکتب دیگر رفته میرسد و سرچشمه این انا همون در اویله اهمیت ندادن به همین استفاده بری تلفن های موبیلی است. وقتی که ما همین همچون یک بازی صنعی در بچه وارد میکنیم، بعدا این آهسته آهسته رشد میکنند. و دیگر از این ما یک دلخواه مادر وقتی که فرزند از بیرون میدرآید، اگر سر و لباسی او چنگالود باشد، برای او فرض کردیم یک کار الهوگی است، اما فکر نمیکند که این با پیشرفت یا که برای رشد یافتنی هم جسمانی و هم روحی بچه تاثیر منفی دارد. چون که همون نفری که فرض کردیم با بازی طبیعی مشغول نیست، از او
باید والدین در تشویش باشد که در کودک او کدام یک نقصانی است، کدام یک حالت پسیوی وجود دارد که او با همون پریدن و جهیدن و بازی های طبیعی وارد نیست. وقتی که کودک با بازی های طبیعی وارد نمی شود، وارد می شود با بازی های صنعی، چون که اون همون قابلیت، همون قدرت، همون توانایی رو نسبت به دیگر همسالانش ندارد و بعدا چیکار میکند؟ وارد می شود به بازی های اینترنتی. این بازی های اینترنتی، او در بازی های اینترنتی همچون یک قهرمان است. او هر کسی را مییابد میکشد، هر کسی را میتواند میزند، استفاده میکند، چون که در اینجا حکمران خودش است و آهسته آهسته همین خودش را همچون یک قهرمان در بازی های صنعی یعنی میحسابد و وارد میشود به همین قسمتی فعالیتی بگیم که بازی های صنعی. میتوان گفت که پدر و مادر نیز در همین سمت گناهگار هستند و یا برای ورود گشتن آنها برای شوق و رغبت مشغول شدن با بازی های کامپیوتری در نهاد آنها مساعدت می‌نمایند. برای تربیت فرزند پیش از همه والدین باید رژه معین داشته باشند. والدین وظیفه‌دار است که برای تربیت کودک تمام امکانیت‌ها را در حالت‌های ضروری براهمانند. مثلا برای کودک پیش از همه مرکزهای آموزشی است، یعنی که زبان‌های روسی، انگلیسی، متماتیک، فن‌های دقیق همه روزه در قلمرو جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌نماید. یعنی همون فضای خولگی که کودک در خود دارد میتواند به مرکزهای آموزشی بیشتر جلب کرده شود. دیگر مسئله که ما اون رو باید یعنی پیشنهاد نماییم، این مسئله تالارهای ورزشی است که با ورزش جلب نمودن کودکان و نورسان و جوانان، این هم میتواند برای معنویات کودک، برای جهانبینی کودک یک پیشروی داشته باشد. جوانان استراحت خود را، فراغت خود را بیشتر میبینند در مشغول شدن با بازی های کامپیوتری و خیلی استاد قید کردن آنها خود را همچون یک قهرمان احساس میکنند. چی باید کرد که جای احساس قهرمانی در بازی های کامپیوتری برعکس انتخاب شود در مشغول شدن با علم و دانش، با مشغولیت های ورزشی، در مجموع با عمل های مربوط به شکوفایی پیشرفت حیات جوانان؟ علت های آن که جوانان چرا از خواندن و آموختن و مهنت کردن رو میگردانند و به بازی ها رو می آورند، من در آن میبینم که آموختن مهنت طلب میکند، مسئولیت طلب میکند، اما بازی های کامپیوتری و تلفنی این بسیار یک مستقلیتی به آخر را فراهم می آورد برای جوانان. برای همین جوانان، کودکان بیشتر کوشش میکنند که از کارهای مسئولیتناک رو تافته به کارهایی که مسئولیت کمتر دارد با آن رو بیارند و در این کار کمبودی در خود کودکان و جوانان نیست. البته اینجا علاقه تاکید شد کمبودی در هم جامعه هست، هم آموزگاران هست و هم پدر و مادر هست. این سه نهاد باید در یک جایگی فرزند را نظارت کنند. برای آنکه مادران از کار روزگار خودشان نمانند و با تربیت فرزند کمتر مشغول شوند، به دست آن یک تلفن میدهند و میگویند فرزندم با این مشغول شو و فرزند با آن تلفن مشغول می شود. مادر یا کار خانه را به سامان می دهد یا از پی تماشای فیلم های غیر تاجیکی بیگانه پرستی می شود. این خیلی پدیده نگران کننده است. و پدیده دیگر این است که بجای آنکه والدین محترم ما امروز فرزند را در آموختن تکنولوژی معاصر راهنمایی کنند، برعکس خودشان خبر ندارند از این تکنولوژی. ما بارها شاهد آن میگردیم در جامعه که نسل کلانسال از کودکان میپرسند که تلفن را به آنها نشان دهد که یک معلومات را از درون تلفن چگونه به دست آورند در کار و غیره و هکذا. وقتی که نسل کلانسال در دانش‌های امروزه تکنولوژی قفا مانده است، کودکان گمان میکنند که اینها نسل قفا مانده هستند، اینها از ما قفا مانده هستند، اینها بیسواد هستند و بنابراین نسل جوان خود را خیلی که استاد گفتن در این سمت نیز قهرمان حساب میکنند، خود را پیشرفته حساب میکنند و راه رفته ایستاده خود را درست حساب کرده با راه خطای خود رفتن میگیرند. وقتی که پدر و مادر برای تربیت فرزند مسلح نیست، مسئولیت را به
عهده مکتب میپرتوید، مکتب بر عهده جامعه میپرتوید و غیره و ها کذا. من فکر میکنم در این سمت ما در تربیه همه طرفه نسل جوان موفق شده نمیتوانیم. بسیاری جوانان وقتی که به اینترنت کافه ها می روند، صاحب اینترنت کافه وظیفه‌دار است و قانون و عهده‌دار میکنه که در وقت درسی همین را راه ندهد به همین اینترنت کافه، اما واسه که درآمد میکنه در حساب اونها، یعنی منفعت شخصیش از منفعت دولتی بالا میگذارد و اونها رو قبول میکند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر مادر در تعلیم و تربیت فرزند در ماده 8 میگوید که با خود آوردن و در وقت‌های درس علاوه با همین بازی ها مشغول شدن و درس ویران کردن اجازه داده نمی شود که همین چیز با صنفخانه در آورده شاید میبیارند و میسپارند به همون جای مخصوص است، بعد وقتی برآمدن گرفته میروند. این یک مسئله هست. دیگر اینکه برای اون که پدر مادر درست نظارت نمیکنن فرزنداشون، در قانونگذاری همین قانونی که من گفتم معین کرده شده است که در فصل زمستان از ساعت 8 تا 6 سحر ممکن نیست از خانه برآمدن نورسان و جوانان. در تابستان باشد از ساعت 10 تا 6 سحری اینا هم برآمدن ممکن نیست. تا 10 شب میلش میگردن گرد اطراف خانهشون اجازه دارن. در حالتی که از طرف پدر و مادر یا شخصانی که اونها رو عوض میکنن همین قانون، همین طلبات قانون ویران کرده می شود. موافق ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی جمهوری تاجیکستان با این گونه پدر و مادر جزا داده می شود به شکل جریمه یا که به شکل های دیگری که سود آنها رو مناسب می داند و بیشتر اساسا جریمه می کنند. اما موافق ماده 494 صاحب همین گونه مرکزهای کامپیوتری و اینترنت کافه ها آنها نیز جریمه کرده میشن اگر از همین خوانندگان در وقت درس سوء استعمال کنند، یعنی اونها را قبول کنند با اینترنت کافه هاشون پول گیرن و غیره ها. و در این که وقتی که مکتب بچه میاد در اینترنت کافه و بازی میکند باید که بازی های خشونت آمیز، بازی های آدم کشی، قماربازی، پورنوگرافی اینها را باید نماند برای آنها. اگر این قانون ها را ویران کند به صاحب اینترنت کافه هم جزا داده می شود. موافق ماده 17 هر یک شهروند وقتی که قانون شکنی نورس جوان میبیند سخن قبیح گفتنش میبیند باید بی‌طرف نباشد. کسی بی‌طرف است و دشمن است و موقع فعال شهروندی ندارد. یعنی حاضر ما مشاهده میکنیم در ایستگاه اتوبوس میستی مکتب بچه صنف 9 10 11 با همون پاپوشی کراسوفکی میگویند پوشیدگی در طور همون جای شیشتن آدم برآمده بلند بازی میکند با یگان کس کاردار نیست، همه بی‌طرف است. کجا شد موقع شهروندی مکانی ما چگونه هم خیلی تربیت میکنیم یا که آنها ما را تربیت میکنند؟ ببینید موقعمون ما از دست دادیم که موقع والدینی، موقع شهروندی فعال بودن، موقع شهروندی که باید تربیت کند بر رفتار خودش، از همه مهم بی‌طرف نباشیم. وقتی که این گونه حادثه ها رو میبینیم یا که مثلا من میبینم فرزندی من نیست ساعت 1 شب میگردد، من باید دعوت کنم چی میکنی تو در شب؟ خانه نداری؟ خانه رو یا پدر مادرش شناسم با پدر مادرش بگم بی‌طرفی کردن در کار نیست. تربیت کاری مخلقی است. ما برای چی تربیت میکنیم؟ برای که فرزندان صادق وطن باشند و تندرست باشند، دولت محور و ملت محور باشد تفکرشون. برای این یگان نهاد دولتی خود دولتی است خود غیر دولتی است. بعضا غیر دولتی ها میگن کاری ما چی نباشد. همون مؤسسه‌ای که تو داری خصوصی در زمین دولت است کو تو خودت شهروند همین دولت هستی کو تو باید با قانون‌های دولت رعایت کنی، آنها رو با نظر اعتبار گیری، از روی همون فعالیت برآمونی. انا برای این گونه موقع داشتن در کار در وقتی که میگیم که مکتب است چی است این یک طرفه میشه. باید تمام جامعه با این مسئله واکنش کند. ماندلا گفته اگه باید باشد میگوید که دشمن اساسی هر یک ملت شخص بی‌طرف است. ببینید تو چی درجه سخت کردن. من با او همراه هستم، هم فکر هستم، چون که اگر ما واکنش عمومی خلقی نداشته باشیم تربیت ثمره خوب نمیدهد. با یک پدر مادر میدونید حاضر امروز بچه‌های ما درست معاشرت کردن نمیتوانند.
چون که اینترنت فقط استفاده میبرن، سخن نمیگویند. چون که وقتی که ما از اونها با طریق تستی امتحان میگیریم، ها یا نه یا جواب از یاد میدونید، همون نقطه در کور را زیر میکنه جواب میشود. و من نشنوم شاگردان نطقشه، نه دارید چخیل میدارید اردو باشه اجازت گرفته در آمدنش نپرسم، نبینم، در پیش من گپ نزند. من چخیل با شاگرد بها میگذارم، با هم چیزی که ربط با من میدهد همون قطعی. اون همه چیز دادن نمیتواند اینترنت با آموزگار با طریق تستی. پیش من داشتینت نطق گپ زند، من میفهمم که علاقه من کی است، یا که اجازه گرفته در آمده سلام میدهد یا نه. بینه در مکتب های ما سالهای آخر واقعه های استفاده بردن کارت ها، کارت زنی به قید گرفته شدن که این تاریخش، ریشهش، برآمدش از دولت های غرب است. این هم تو خوال هیچ کس نکند که این بچه ها نه، آنها عبرت میگیرند از اون بازی های اینترنتی و ما تنها با پیشگیری تکنیکی این کار انجام دادن نمیتوانیم. انا صدی اساسی، صدی بزرگ چین باید در تفکر باشد. اینجا اگر دولت محور باشد، ملت محور باشد، یگان دشمن، یگان افراطی، یگان تروریست این گونه آدم شامل کردن نمیتواند به تشکیلات تروریستی افراطی، چون که این وطن دوست است، فرزند صادق وطنش است. بیهوده پرزیدنت محترم مملکت ما اینقدر باوری با نورسان و جوانان اظهار میکنن، میدونید بسیار ارزشمند است. برای همین سزاوار باوری پیشوای ملت بودن، سزاوار همین باوری خلق و ملت بودن، این بسیار چیزی مهم است در زندگی هر یک شخص. یکی از زمینه‌های تشکل دهنده قسمت باطنی انسان این تاثیرات معاشرت است. وقتی در تحقیقات خود در زیاده از 20 سال تحقیقات خود معین میکند، از سالهای 90 عصر گذشته و تا سالهای 2013 و من بعد و تأثیری انا همین سمارت فون ها، انا همین تکنولوژیا تا درجه در معاشرت تاثیر میرساند که در یک روز هر یک نورس، هر یک جوان زیاده از 8 ساعت در ابتدا معاشرت زنده داشت. یعنی پیش از با میان گذاشتن انا همین سمارت فون ها و همین بله، و این تو به سالهای 2013 هم آمد تو به 2 ساعت رسید. یعنی از 8 ساعت معاشرت زنده تو به 2 ساعت معاشرت زنده آمد رسید. سخن در اینجا چی می رود؟ سخن در اون می رود که امروز معاشرت زنده در اویله های ما خیلی کسته شد. یعنی پدر و مادران، والدین در اویله از اونه که با معاشرت زنده یعنی با فرزندش مشغول می شود و با اون یک معاشرت زنده دارد و یک گفتگوزار دارد و یک پند و اندرز می گوید و یک نصیحت می کند، البته اون مشغول است با همون تلفن‌های دستی خودش. و در همین جو یک چیز دیگر است که هر یک ما از کار می رویم یا که از فعالیت کسبی خودمون با اویله وارد می شویم، با سبب انا همون در دست تلفن بودن ما وقت پیدا نمی کنیم که امروز پرسیم که فرزند من خودت بهای چند گرفتی. چون که دستاوردی نورس برای کلانسال شاید چشم رس نباشد، اما در نزد جوان این مهنت کلان است. وقتی که اگر مهنت جوان به اعتبار گرفته نمی شود و مورد تحلیل قرار داده نمی شود، مورد محاکمه در اویله قرار داده نمی شود، فرض کردیم من از کار رفته حتما سوال نکنم که پسرم شما بهای چند گرفتید، امروز کدام فن شما آموختید و فنهای مهم امروز کدام فنها بودند، یا که کدام فن برای شما یعنی خوبتر و بهتر بود. اینا ما در معاشرت اویلوی خودمون یا که عمیق‌ترش در معاشرت سر دسترخوانی خود یعنی مورد بحث قرار نمیدیم و بررسی نمیکنیم. البته در اینجا چی گوییم که بچه توجهمندیش با انا همون فعالیتی یعنی دستاوردهای خودش کم می شود. دیگر از این سخن در مورد تفکر رفتن،
معرفت استفاده تکنیک و تکنولوژی امروزه باعث محدود شدن تفکر ایجادی نسل نورس هم گردیده ایستاده است. چون که معاینه سر ما یک خصوصیت دارد، همون عملی رو اجرا میکند که مهنت طلبیش کمتر و یعنی تیزتر باشد. این به طریق یعنی اتوماتیک کنونی است. یعنی ما اگر در حالی که میبینیم اوید کدام یک معلومات چیکار کنیم، چیزی را کوفته از کتاب ورق زده و پیدا کنیم و برای ما تلفن های موبیلی تستر چی همون معلومات رو پیدا میکنند و این باعث میگردد که در معاینه سر ما به اصطلاح تنبل شوی به وجود میاد و این آهسته آهسته تفکر مستقلی، تفکر ایجادی انا همون کودک و انا همون نورس رو روز تا روز محدود میکند و او گوییم که به همون تنبلی فعالیت معاینه خودش روز تا روز رفتن میگیرد و او دیگر از اون گوییم که هر گونه ایجاد به دست آمدن ایجادیات ها یعنی کمتر میشود. پیشتر شما در برآمد خود قید کردید که یعنی که جوانان هنگام مشغول شدن با بازی های کامپیوتری در اونجا خود را قهرمان احساس میکنند. از نگاه پسیکولوژی پدر و مادر، والدان باید با فرزند چگونه مناسبت نمایند تا کودکان ما، فرزندان ما، جوانان ملت ما خود را برعکس قهرمان در شاید گرفتن بها، مشغول شدن در بازی های ورزشی، یعنی در عمل های سالم خود را قهرمان احساس کنند. اینجا باید والدان چگونه مناسبت داشته باشند؟ انسانیت از روزی که به دنیا می‌آید تا به دم مرگش بعضی خصوصیت های کودک بودنش میماند و همیشه به نوازش، به هوسمندگردانی، به توجهمندی یعنی احتیاج دارد. پدر و مادر وقتی که هر یک دوره یعنی زینه های هوسمندگردانی رو در فرزند زیاد میکنند، این یکم میتواند که زینه ابتدایی بچه باشد به همون بچه، یعنی برگشتن از همون بازی های اینترنت. والدین ما با خواندن کتاب یا با مطالعه کتاب خوب میبودشون. امروز متاسفانه پدر و مادر تلفن در دست خوب میروند. انا همین خوب میشید که پدر و مادر خودشون دست به کتاب باشد. سرود اعلی با واسطه تلفن بله. پیش کودک میموند، اعلی خونده از خوابش میبره. همه شما آموزگار هستید. البته با اعتماد با باوری میتونم گفت که در کمالات درست نسل نورس، نسل جوان سهم شایسته خود را گذاشته اید. وابسته به گرفتن استفاده سلاح سرد یعنی کارزنی را قید کردن. شما یگان حالت را در یاد دارید که شاید یگان نفر شاگردان شما از همین حالت استفاده بردند و اگر باشد کمبودی رو در چی میبینید؟ یعنی که مناسبت همین کودک، همین نفر، همین جوان با درس چگونه بود، با آموزگار، با همسالان چگونه بود؟ خوشبختانه این حالت شخصا به من روی نداده است که شاگرد یگان کارزنی کرده باشد یا وای، چون ما در دانشگاه کار میکنیم، در بین دانشجویان این چیز به مشاهده خوشبختانه به مشاهده نمیرسد، اما در مکتب‌های میانه این پدیده نامطلوب پیدا شده است، به مشاهده میرسد که الکی سبب‌هایش رو استفاده نادرستی هم کامپیوتر و هم اینترنت و هم شبکه‌های اجتماعی هست که تمام جامعه، تمام قشرهای جامعه به این چیز مبارزه برده تواند. نباشد ما موفق شده نمیتوانیم. جناب عالی در تمام برآمدهایشان یک نقطه را دائم خصوصا در آخر تاکید میکنم، میگویند که ما اگر تربیت کنیم فرزندان خودمان را تربیت میکنیم، اگر فند کردیم خودمان فرزندان خودمان را فند میکنیم. همین چیز باید در گوش همه والدین، همه آموزگاران، همه قشرهای جامعه باید همیشه صدا داده ایستد. جوانان تفکرشون یک خصوصیت بسیار نقض میبیند، تقلید کردن. چیزی مرکزی در تربیت دانش است. همین دانش باشد همه چیز از همین جا برمیاد. دیگر پیروی نمیکند به یگان چیز، چون دانش دارد. خوبه از بد فرق میکند. اصلا خوبش ما باید کمبودی را به ذمه یک شخص، یک پدر یا مادر یا به ذمه یک نهاد نگذاریم. اینجا مناسبت کمپلکسی در کار است. مناسبت لازم است که هیچ کس به طرف نباشد این. اما از همه مهم
باز میگویم ما باید دو چیز به فرزندانمون دهیم، دانش و اخلاق. باید همه برابر کار کند. ما حاضر امروز یک تعاملی بد پیدا کردیم. مکتب عهدهداری رو با والدین، والدین به مکتب یا به مقامات یا به جامعه پرتافته خودشان را هر کس از مسئولیت کنار میگیرند. این خیلی نباید باشد. سه مفهوم است مقدس در قطار بسیار مقدساتی که دیگری ما داریم. این مفهوم پدر و مادر است، این مفهوم وطن هست و سومش ملت است. یعنی وطن با معنای دولت، سومش ملت است. این سه چیز مقدس اگر ما در حقیقتا مقدس دانیم، احترام کنیم، توجه داشته باشیم و برنده بهترین ارزش‌های همین سه نهاد باشیم، ما من جوانان و نورسان در نظر دارم، عالم گلستان می شود. پیشتر قید کردید که انا راهبر دولت محترم امام علی رحمان با جوانان بسیار اعتماد دارند. به اندیشه شما جوانان باید چیکار کنند که در اصل به همین باوری و اعتماد راهبر دولت سزاوار باشند؟ پرزیدنت محترم ما جوانان در اعتمادش برای آن است که آینده این دولتی که پرزیدنت با خون و جگر با جانساری ها همراه ملت ما تشکیل کردند با کی به میراث میگذارند؟ با آنهایی که باید که با این وطن و با این ملت و با این پیشوا صادق باشند. ما باید در اطراف پیشوای ملت خودمون پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان متحد باشیم، هدایت های آنها را، نشان دهنده های آنها را و آرزوهای آنها را عملی کرده توانیم. برای همین که ملت از بین نرود، همین هدایت های پرزیدنت که در پیام هایش گفته می شود، باید جوانان همیشه مد نظر داشته باشیم و با آنها پیروی کنیم. من بهوده نگفتم که اکثریت جوانان ما جوانان سالمند، اما ما امروز درباره اون جوانان میگیم که فریفته میشوند، داده میشوند، شامل میشوند به تشکیلات های تروریستی افراطی. وقتی که پرزیدنت سخن میگوید، باور کن سخن من تاثیر دیگر دارد، از شما تاثیر دیگر، از استادان تاثیر دیگر دارد. اما وقتی که شخص یکمی دولت سخن میگوید، سخن وی هدایت کننده است، سخن وی سخن شخص اول دولت است و اعتمادش بسیار کلان است در بین مردم. مردم با وی پیروی میکنند، چون که میگویند که سردار دولت گفت. سلامت باشید بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. با امید خوشی و خوشحالی، سلامتی و رشد و پیشرفت باز هم زیادتر تاجیکستان عزیز تا برنامه های آینده.